الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وأسوتنا ومعلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، اگر امکان میشه همون پیشرو مونده یا میشیشتیم یا که خیلی طرف میومدیم یا خیلی اگر جواب و موفق باشد گرد نزنیم. قبلا برادران عزیز و گرامی، همه شما را به این روز سعید و این روز بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند ذوالجلال و الاکرام خواهان او هستم که الله مهربان طاعت و اخلاص و نیکی هایی که تا حال از ما و شما با وجود آمد به درگاهش مقبول بگرداند. ما را به هیچ صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز به سر بری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، پس دیو را که صورتی فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسن سیرت است، یا لطف صورت است دیگر حشر عالم است. بوی خوشی ربیع بر ایشان محرم است. وان سنگدل که دیده بدوزد ز روی خوب، پندش مده که جهل در او نیک محکم است. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، گر هست در مجاورت یار محرم است. در خون تازه می رود از ریش اهل دین، دیدار دوستان که بود مرهم است. دنیا خوش است، مال عزیز است، تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیز مقدم است. موسیق برای مال همه ساله تندیل، سعدی برای دوست همیشه خورم است. برادران عزیز و گرامی، از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند شماها کارها و فعالیت در کجایی که باشین داشته باشین و خدای مهربان سختی ها و نافهمی ها و مشکلات ها اینها را از بالای سر شما دور بگردانم. گذشتگانی همتون از با رحمت و مغفرت کنم. بیماری هاتون الله مهربان شفای کامل تیاد و همیشه سفرهایی که داره خداوند سفرهاتون را با خیر و با قرار بگردانم. برادران عزیز، این
مصرع‌هایی که من از شیخ سعدی برای شما خوانده گذاشتم. مقصدم چی بود که این عزیز خدا بسیار یک اشاره زیبا دارد. میخواهم که همین اشاره این در ذهن شما نقش بنده و دانیم برادران عزیز که تعلیمات دینی ما چی است. عزیز خدا گفت هر دم که در حضور عزیز و سربری دریاب که از حیات جهان حاصل آمدن است. برادران عزیز وقتی ما یک سفر امریکا داشتیم برای شناسایی دین عبارت از 6 امام خطیب وقتی سفر کردیم در نیویورک در بالای همان درآمد سازمان ملل متحد که گوییم تمام حل و فصل همین کارهای هر یک مملکت دیده میبرایند در بالای مصرع‌های شیخ سعدی بود بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند سوی بدر آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این افتخار ما مردم مسلمان برادران عزیز که آیا سازمان ملل متحد اونها تمام اشعار روی دنیا را برق زدند. از کجا مقام ما در همونجا ایستاده موافق و سزاوار باشد. آمدن از اشعار شیخ سعدی این مصرع‌ها را برده بالای در گذاشتن. الحمدلله رب العالمین. و این مصرع‌ها هم برادران عزیز سخنهای گوهربار پیغمبر نازنین مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. این حدیث پیامبر حضرت در رشته نظم در آورد و به خاطر پایبندی از پیامبر نازنین به خاطر امتی از پیغمبر نازنین این شرف و این بزرگی را این بنده خدا دریافت. پس همین شیخ سعدی میگفت برادران عزیز که هر دم که در حضور عزیز و سربری دریاب که از حیات جهان حاصل آمدن است. اما امروز برادران عزیز همین روز جمعه و اشاره شیخ سعدی بهترین از روزهای عمر شما به شما می رود. برادران عزیز اگر ممکن در ما و شما شاید بعضی هست که ما بهترین روز ممکن روز تولد ما نگوییم. بهترین روزی که اگر یکان درآمد مالی شود یا بهترین روز ممکن که ما روزی که یکی خبر مطلب که مقصد فرزندان شدیم و دیگر چیزهایی را که ممکن ما را خرسند کنه گوییم امروز بهترین روز ما هست. ولی که شیخ سعدی میگه بهترین روز شما روزی هست که وقتی شما در یک محفل میشینید که اونجا از سخن خدا و پیغمبر گوش میکنید. این روز برادر شما به حساب میرود. خلاص یک اشاره دیگر در این درون دارد. ما برای این را معنا کردن یا اگر برای همین ما یک گویم که برای همین کار بکنیم از همین مقصد شرح قاضی میتیم و خدا قسم ولی جایهایی که مثال اشاره دارم برای شما گویم گفت هرگز حسد نخورده و حسرت نبردم. شیخ سعدی بسیار جهت‌های عجیب شکل زیسته میگه الحمدلله که همین حسد و حسرت چیزی خوب نیست. من در حیات نه حسد بردم نه حسرت خوردم. هم حسرت بردم. او کدام حالت بود؟ جز بردار روی یار موافق که در هم است. گفتن که در فلان محفل بزم رحمانی شید، در فلان محفل یا در فلان خانه یا در فلان مسجد پند و نصیحت شد. وقتی من در اونجا اشتراک نکردم
حسرت خوردیم که چرا من اشتراک نکردم و به آن کسانی که در اون محفل بودن برای ما حسرت بودیم که چرا اینها بودن و من نبودم. یعنی این محفل ما برادران عزیز بزرگان میگن ما با این حسرت میبردیم وقتی اشتراک میکنیم. الحمدلله رب العالمین که خوش به حال ما و شما برادران عزیز که هم برای ما الله مهربان دست داد و هم برای شما هم لحظه را رسانید که ما و شما از این صحبت ها و محفل ها استفاده میبریم. من سخن دراز کردنی نیستم، راستی و هر حال همین نشسته و برآمده هم اگه منت نکنیم یا مبالغه‌اش نکنیم بسیار آدم خسته میکنن. وقتی خسته شدی برادر عزیز دیگر همون الهامی گپ زدن نمیمانه و چیزی هم در ذهن دیگر نمیاد، قبول نمیکنه دیگر. از این لحاظ من انشاءالله به خاطر که این روز بسیار سعید است از هر راههای دور و نزدیک شما احترام گذاشتیم، اینقدر مردم جمع شدیم. من میخواستم که دوام صحبتی که استاد مکید الله برای شما گفته گذاشتم بسیار خودمان میگیم داغی روز میگیم که صحبتهایی که داغی روز، یعنی همین داغی روز ما به همین بسیار بسیار موافق است. من کم در اطراف یا دوام صحبت حضرت با شما صحبت کردنیم. هزار گنج عبادت، لیکن خیلی باید خرد باشیم برادر عزیز، خوب اهمیتیم و با همون گوشی دلتان گوش کنید، زیرا این حرفها را جمع کردن، این حرفها را برادرای عزیز به گوش شما رسانیدن بسیار زحمت زیاد طلب میکنه. هزار گنج عبادت، هزار خوان کرم، هزار طاعت شبها، هزار بیداری، هزار روزه ماه، هزار خلوت سال قبول حق نشود گر دل بی‌آزاری. برادرای عزیز هزار 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 من هزارها رکعت شب باید امید خوندم، خواب ندور کردم، مقصد بستر خواب خنک گذاشتم، پهلوی آیله من ترک کردم، آمدم و به عبادت مشغول شدم، شاید عشقام ریخته باشم. هزار روزها روزه گرفتم، هر ساعتی را که میافتم هزار ساعت قرآن میخواندم. این بزرگی خدا میگه قبول حق نشود گر دل بی‌آزاری. بچه هم میگه زحمت های زیاد کشیدیم، لیکن چیکار کنیم که فرموده شریعت میه؟ برداشتن یک دین، راضی کردن یک دین، احترام گذاشتن به دل برادر مؤمن از این عبادت‌های تو بالاست. برادران عزیز شاهی طلبی برو گدای همه باش، شاهی طلبی برو گدای همه باش، بیگانه زیخه شو آشنای همه باش. خواهی که تو را چون تاج بر سر میهن، دستی همه گیر و خاک پای همه باش. من برای چی این مصرع‌ها را بیارم؟ زیرا که این مصرع‌ها هم حسابی بسیار ساده فهمن، هر کدام این برای شما آیت و حدیث هم در زیرش هست. خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی، آن را به نماز و روزه آباد کنی. برادر عزیز خداتون فکر میکنم آدیانی زبان تاجیکی خود مونه.
охтилофи фаҳмам ҳастанд. пас мисраҳоро як тараф мегузорем, меоем ба сураи намл, сураи мурча, ояти 18 ё ояти 19. аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. برادر عزیز، سوره مرچه همه ما الحمدلله رب العالمین گمان مامیه که بسیاری موعظه گوش کردیم که یکی از معجزه‌هایی که حضرت سلیمان داشت این بود که او زبان همه حیوان می‌دانست، از آن جمله مورچه را هم. مورچه میگه گفت الله مهربان بین قالت نملة، مورچه گفت. ولی که چی گفت؟ یک قصه وزین آمد که ناگفته نماند. میگه در یک محفلی میگه ابو حنیفه صاحب مذهب حضور داشتند و محفل بسیار محفل کلام بود. یک اهل علم بسیار غرورش و بسیار هواش به حد بلند بود. ولی برادر عزیز، همین هوا بلندی و تکبری نه عالم میزیبه نه غیر عالم میزیبه، هیچ کس نمیزیبه. میگه بینهایت غرور داشت. بعد گفت همین جای من ابرو آمد و گفت کی الله سوال دارم؟ مقصد ای زمین سوال میگوی، ای آسمان سوال میگوی، مرحمت از جوابش میگی. امام ابو حنیفه دید که بسیار همین آدم غرورش بلند دیده. بعد گوی یک سوال دارم، او گفت زن. گفت همه مورچه‌ای که با حضرت سلیمان گپ زده بود مادر بود یا نه؟ برادر عزیز ببینید این عالم حیران شد. گفت من نمیدونم. خود میدونم. گفت بله من میدونم. و از کجا میدونی؟ گفت خدا میگه قالت نملة. وقتی حرف ت آمد برادر عزیز ایرا گفت همین رسول جنسکی رد میگن. قالت ت که آمد آخرش کرد حتما اشاره به این میکنه که مورچه مادر است. اگر قاله میشه حرف ت که نمیشه معلوم میشه که مورچه نداره. دیگر یه عالم حیران شد دهنش بسته. گفت من به خاطر آن سوال ندادم که شما را در بین مردم به آبرو کنم، به خاطر همین که بسیار غرور بلند داری و یقین دان که همه سوالتون رو میدانی، همه سوال همه میدانم. همین قالت نملة اگر همین مورچه گفت. چی گفت؟ قرآن میگه سوره نمل یا ایها النمل، ای مورچه ها سلیمان همراه عسکراش آمده استند تا آنها شما را زیر پا نکنند، سراغاتون را دارید. برادران عزیز، من تفسیر همین را خوندم. وقتی تفسیرش را نگاه کردم بسیار حسرت بردم به خدا. تفسیرش را چی میگه؟ میگه هر یک پرنده، هر یک حیوان، هر یک حشرات با خودشون قومن یا ملتن یا نه ملتن یا قومن میگه. ببین که همین مورچه برای مورچه‌ای که در بیرون بود نگران شد که اگر حضرت سلیمان با جمله عسکراش بالای اسب سوار است کجا میبینن مورچه را؟ اگر گذرند بین با گفت و هم لا یشعرون، شما را اگر زیر هم که کنن نمیفهمند. اونا درد نمیکنن که ما مورچه ها را زیر پا کردیم. این موتای کجا میفهمیم در بالای حقیقت سوار باشیم مورچه را بشکیم در حق ببینیم. گفت اونها نمیفهمند بچه هم همه خانات من در باییم. انا که مفصل قرآن نگرد
мурча аз ҳисоби мурчаҳои дигар нигарон ай, ҳавас дорад, тарс дорад, метавонист ки инҳоро хабар накунад. рост рафта хона шуда дарояд, ҳавлашон ба худо дигар миҷиқаншон, намиҷиқаншон, хона худум обод, ҷон худум сифат саломат. соҳиби тафсир мега агар эй мусалмонҳо шумо ранги ҳамун мурчавори дар ҳаққи якдигар нигарон бошед, агар ранги ҳамун мурча ғами якдигар қабул кунед, ба худои меҳрубон қасам шумо ранги намяк гуле ки бин ҳамаш якҷо аст, чӣ қадр зебо ай, кабуду сафеду сурху анамихел шумо зебогӣ пайдо мекунед. вале бародарони азиз чикор кунам, ман ҳамяш фарзанди шумонем, ман дар байни шумонем. ин қадаре ки ман бародарон сафарҳо дорам дар ҳамин шаҳрҳое ки мегардам, як чизҳо мешунавам, ба худо қасам, як воқеаҳо мешунавам. ҳамин хайр кун вазифаи ман чия? вазифаи ман ҳамине ки ман сухани худо пайғамбара ба шумо расонам. дигар ӯ ҷонибаш ҳавола ба имондори шумо ҳай. шумо сухани моро гӯш мекунед, намекунед. хоб аз ин сухане ки ҳатто аз як сухани мурча шумо чӣ хулоса мебаред? инҳош бародарат ҳавола ба шумо ҳай. ва ма алайна илла албалағу лмубин. худо мега фақат вазифаи шумо э доиё, э воидо ҳамине ки расонед. дигар вале ман ҳақ надорам вақта ай дасташ бигирам ё ҳамеша мисол дар садри роҳш бесим. иш вазифаи ман нест. зиндиҳост бародарони азиз ва гиромӣ, сарҷамӣ, якдигарро ҳурмат кардан, якдигарро дӯст доштан, ба қад якдигар расидан, ин нишонаи имондори шумо ҳаст. шумо бинед пайғамбари нозаринон чӣ мегӯяд? лайса алмуъмин биттаъон вала аллаъон вала алфоҳиш вала албазӣ. ҳазрат мегӯяд ки муъмин нест. ки муъмин нест? таъон, лаъон, фоҳиш, базӣ. мега вақте ки ту як бародари мусалмон таъна карди, ту имонат комил нест. таъна карди, ту муъмин нести. ту бародари мусалмонта агар сӯҳаи қабеҳ гуфтӣ, туро дар имонат шубҳа ай. ва муъмин ҳеҷ вақт гуфтан ҳазрат одами бадкор намешавад. бародарони азиз ва гиромӣ, ман ягон рӯзи дигар, ду рӯзи дигар мақсад настом омадам. ҳоли бародари мо суфи салоҳиддин зикр кардан, ака омадани ман бародарони азиз ба ҳамин шаҳрҳои мисол даъват мешем, бовар кунед ин ба осонӣ ба даст намеяд. дуюм ин ки ман ин қадар ака дигар бигем ҳамин доим матали ҳамин ҳадисам ки ҳамин гуфтанам хобшумо пушмо ракидам. мо ҳам бародарои азиз баромадан, омадан, рафт, ин қадар мардум қадри зиёрат, нишастан, суҳбат кардан, хай аллоҳи меҳрубон агар ба даргоҳаш қабул кунад, бисёр кори мушкил аст. вале аз ҳамин ҷамъи шумо ҳамин қадар вақтам хушад ки он чи лозимай ба шумо мерасонам, минбача ака дигар мегӯм хулосаш бародарои азиз ба дасти худтон аст. падарро як шабе ӯ дид дар хоб, парешонҳол байни ҷамъи аҳбоб. бигуфташ ай падар чун аст ҳолат, чаро зард аст гулгуни ҷамолат. бигуфташ сабр шуд кор ай ҷигарбанд, ҳамон дам ки ҷудо шуд банд аз банд. нидои шуд чӣ овардӣ ба даргоҳ, чӣ дорӣ аз ибодат ту шайро. бандаи худо ҳикоя мекунад, бачааш дар хобш дид, гуфт падар алҳамдулиллаҳ раббил оламин, хонаи мо тамоман бешогирдиту набуд. ман ҳеҷ вақт холи аз ибодат надида будум. аммо туро бо як рӯи нуронӣ бурда дар
پریشان خاطری؟ میگه پدرم گفته که بچم بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از من. وقتی بچه مرا در خانه قبر گذاشتین، شما که رهسپار به سوی خانه شدین، حالم بسیار بسیار دشوار بود، خیلی خیلی حالم بد بود. ندای شد چرا آمدی به درگاه، چی داری از عبادت تو شدی را؟ برادران در جای او خداتون را تصور کنید، همین ندا در شما میشود. ولی خانه قبر که رفتی میپرسد تو چرا آمدی اینجا؟ و چی آمدی؟ گفته ابوبکر صدیق دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی خانه قبر میدراید با خود توشه نیک خیر ندارد، همچنان است که او را گرفتن در یک بحر کلام پرداختن و سواره ندارد. این مردک هم همین خیلی او صعب شد کار جگربند، همان دم که جدا شد بند از من. ندای شد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت تو شی را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و روزه و آن زهد و تقوا. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق‌ترین شایسته محصول. وقتی میگم 60 حج کردم، تمام عمرم بر روزه گذشته، تقوا داشتم، تعلیمات داشتم، جواب میاد که اینهاش مقبول درگاه نشدن. با چی داری؟ میگه زمانی این را شنیدم لرزیدم به خود زانو و همچندان، شکست از زلزله سرهای دندان. میگه وقتی این را شنیدم که قبول نشد، یعنی معناش همینه که تمام هلاک شدی، شرمنده شدی، خجالت بماندی. میگه دندانم به لرزه درآمد، سرهای دندان میگه ای لرزه و ای کس شکستن. ندای شد که روز یاد داری، گرفتی خارک از رهگذاری. مبادای خلد در پای مؤمن، بیازارد کف جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. برادران عزیز، او روز یاد داری؟ وقتی میرفتی در قدر راه خاری را دیدی، همون خار خم شدی و برداشتی که پگاه یکم برادر من همین تنگ داره و پاکش آزار بیاورد. آن همان درون را بینگره نیتی تو، نمیبینه مسئولی صورتی تو. الله مهربان گفت البته بعد همون خارک از رهگذار امروز در عوضش قصر جنت میگیریم. برای ببین 60 حج، رمضان، طاعت، تقوا، یک جانبمان یک خارک را از راه برای برادرش میگیرد. الله مهربان به توفیل همون میبرش قصرهای جنت. این برادر عزیز این مصرعا را میگه یک مرد دیدم هر جایی که میخواه میرود، همه گردولانوی جنت، همه نوش نعمت دست داره، اختیار داره. دیگه وقتی پرسیدم این نفر چی خدمت کرده باشد که خدا این مرتبهش داده است؟ برادران عزیز خوب کاری چی بود؟ فی شجرتی قطعها من ظهر طریق کانت حوض المسلمین، یک نوده درختی که مردم به زیرش میگذشتن و مردم آزار میداد، در سرش میزد، در گوشش میزد، در چشم میزد، هم وقت شکست که مسلمان ها آزار نیابند. خدا جنت در اختیار شده است. برادران عزیز، یک دیگر تا دوست دارید، یک دیگر تا حرمت کنید. برای خاطر دنیا شدن، برای خاطر نفس شدن، هیچ وقت برادران عزیز یک دیگرتون رو ملال نکنید. میگه حسن بصری، برادران عزیز، حسن بصری میگه که آدم ای دنیا و 3 آرزو میره، 3 حسرت قطیش میبرد برای قبر.
نگاه کنید فرق ندارد وای امام خطیبای وای رهبرای وای مالدارای کسی باشد بگن این سه حسرت با همراه خود میبرد. یکم همون قمال جمع کرده است، با همون مقدار جمع کردگیش راحت دیدگی نیست. دویم نقشه های بسیار داشت ولی به نقشه هاش همش نرسید. سه وقتی وارد خانه قبر شد دست آویزش میبیند توشش میبیند که به عرض خانه قبر نیست. خیلی حسرت میکنه که امکانیت بود که من با توشه های زیاد می آمدم ولی نه آمدم. این سه حسرت میگه باید خانه قبر میبرد. پس برادران عزیز و گرامی انشاءالله گفتی همون محمد صاحب ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم انشاءالله بفهمیدگی خودش یک اشاره برادر عزیز بس است و کافی است. حضرت آخران یک کیسه میکنم به همین جا میگیم حضرت عبد چه حضرت عمر میگه حبیب خدا یک گوسفندی را ذبح کرد، بعد از آن میگه یک مقدار گوشت و پاچه او را میگه در دست من داد و گفت فلان خانه را گفت برده همین گوشت را در همون خانه بده. میگه وقتی رفتم درش تک تک کردم گفتم مادر پیامبر گرامی سلام گفتم همین گوشت را رها کردن. برادر عزیز زن ای زن از داخل میگه که بچم با پیغمبر خدا سلامی مرا بگو همین همسایه که از ما بالاتر است گفت وای محتاجتر ای وای دبر نگاه کنده وای دبر او محتاجتر ای. عبدالله ابن عمر میگه خدای مهربان در قسم خانه وای بودم وای دو باقی بر 7 خانه رفتم همه افتم خانه گفت همین گپ آچق راست حرکت بگو همون خانه که اول در آمدی ای همه برای همین عزیز این نمالمون این آیت قرآن سوره مبارکه حجرات همه شما برای یک دیگر زیر لحاظ اینها را پیش نظر بیارید. خدا در این خلال مردم ملک بیگانه صاحب کارتون که صاحب ملکی شرایط خوبتون کرده است اینها را شکرگزاری کنید و خیر اینها هم رسید. ولی برادران عزیز یک رسانیدنی همین است که در تربیت فرزنداتون بسیار اهمیت باشید. بسیار در تربیت فرزنداتون من دیگه یک مثال آوردم در مسجد گپ زدم در همونجا مثال آوردم که در یک خانه من مهمان شدم اگر شهرها شنام نگیرم من از این نام گرفتن قدر خشم نمیاد. یک شهر مهمان شدیم 4 بچه دارد خانهش دارد همین 4 بچه را میپرسیم خیلی همه نامهای گوییم که اسلامی ولی یکون تهمون تاجیکی را نمیدانم. میگون برادر عزیز این برای چی تاجیکی را این زبان مادری شده ما مسلمان هم باشیم تاجیک هم هستیم نقطه ما تاجیکیم. این تاجیک بودن هم یکان جهتی پستی ما را افاده نمیکنه. الحمدلله ما با تاجیک بودن ما را افتخار داریم. این چی رو تاجیکی را نمیدانم میگه بابا جی ما همین کمینت زحمت کشیم که بیان یا روسی را یاد بگیرم. وقتش در روی سویتی ما هم در روی سویتی یک کسی از کلمی اومد یکان کلمه روسی میگفتن همین قمه خندید مردم که به همین 2 سال زبان مادری تگون کردی. برای همین برادر عزیز زبان مادریتون اون فرزنداتونم هیچ وقت نگذارید که مقصد از زبان مادریشون محروم شد. زبان مادریشون بدونن. و دیگر این که برادر عزیز اکنون من همون بعضی پیغامات دارم از تاجیکستان خواهرها پیغام کردن که مردکان ما رفتگی در همون رسیه ها امکان دارن خبر ما بگیرن بابای نه پیش ما میان نه تلفنی صحبتی خوب میکنن نه مبلغ را میکنن به دستی آتش های اکش های یکان تا بعد اون نیمتاز میکنن بعد میره برمیتش. برای عزیز اون زنم
این لبدنک علیک لأهلک علیک حق فاعط کل ذی حق حقه. این سخن پیغمبر مونه. همین بدن باید حق دارد. من باید در گرما احتیاج کنم، در سرما احتیاج کنم، ساعت خوابش آمد خوابش کنم، ساعت خوردنش آمد بعد سیرش کنم. این بدن باید حق دارد. زن باید حق دارد، فرزندان باید حق دارد. پیامبر دیگه هر یک صاحب حق شده. حالا اینجا ممکن باشه برادرایی که از همون خواهرایی که زن زدن ممکن باشه اونا حقوق دارن. برادر عزیز، شما حق ندارید که اونها را حق شما پایمال کنید. در دیگر فراموش نکنید که در همین جای ایستاده اونها در اونجا خدمت پدر و مادر چرا میکنن؟ اگر چند که در گردن او یکون قرض شرده است. احترام اینها را برادرها به جا بیارید. هر روز یوتیوب ها را میپردهند. من در دلم چی میگذارم؟ میگویم بچه های در غریبی هم همش خواتین باز یک زن دیگر را تپیدن، باز یک زن دیگر را تپیدن. در همین یوتیوب ها میپردهند. همه بعد بیچاره همه آدم های مهاجر چرا هر یک آدم دیگر ترس در وجودش ترس پیدا میشن. ولی اگر اصل شبیه نگاه کنی همون سببگاری به همون کار دست زدن همین نرفتن مردک هم هست. حضرت امام غزالی میگه در 4 روز اگر به زنک یک بار نزدیکی نکنی حق شفایی بکنه. حضرت عمر میگه در 4 ماه حفصه دختر شپرسید مادر منظن پیامبر او چند ماه مردک زنک میتونه بشورد؟ او 4 ماه پس حکم دارد که کسی در کجای باشد آمده از آمدش خبر گیرد با مقصد با جای کار شد. اینو همش حکمت داره برادر عزیز. دیگر این که دادرای عزیز پیروی از مذهب امام ابو حنیفه یکی از عامل‌های وحدت ما شماست. خدا خواهد اینم در ما هم دوستی و وحدت پیدا میکنه. هر چیزا از پیش خود و دیگر فتوا دادن و هر یک مسئله شرعی را آدمی که مسئول همون است، متخصص همون است، حل نکنیم برادر عزیز. و در بینتون اختلاف و در بینتون بدبینی را ایجاد نکنید. الله همه شما را خیر بده. خدا عمراتون را دراز کنه، ایماناتون را کامل کنه. خدا کاراتون را بر برکت بیاره و الله مهربان بسیار دعا میکنیم که خدای مهربان این برادرایی که حقیقتاً برای رفت و آمد ما هم زحمت میکشن، محنت میکنن. از همین سری بابای مفتی سرکردگی بیشتر از همینجا اجازتنامه روان میکنن. خیلی بابای صلاح الدین اینجا داد. شاید که یک بابای رئیس اکنه میدون دوست داره نبورد اینا بابای رئیس میکنیم. ولی خدای مهربان برادر ما بابای علی شیر، بابای صلاح الدین و دیگر برادرایی که اینجا مسئول شما و همه شما از کجای اومدید خدا قدماتون را حسنات نویسد. خدا عمراتون را دراز کنه. خدای مهربان همه تمنیاتتون را حاصل کنه و الله جمیع آفاتون نگهبانتان باشد. عزیزای خدا میگه یک نکته بگویم و تحقیق بسنج. گر عاقل و گر ناظری مرنجان و مرنج. هیچ کس نه برنجان نه کسی رنجیده شد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و
یا آب است یا خاک است یا ویرانه. گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟ گفت یا برق است یا باد است یا افسانه. احوال جانم را بعد از مردن بگو. گفتمش احوال جانم را بعد از مردن بگو. گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه است. گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه. گفتم حضرت خسروی احوال جانم را بعد از مردن بگو. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قبر روضة من ریاض الجنه، قبر یک باغی از باغ جنت است یا یک چپری از چپریهای دوزخ. یاد دار یا باغ است یا نار است یا ویرانه. اللهم صل و سلم و زد